ماه مبارک رمضان در بین 11 ماه دیگر و مثل حضرت یوسف علیه السلام در بین 11 برادرش است. برادران یوسف علیه السلام چه گفتند؟ قرآن خبر می دهد اقتلوا یوسف، یعنی یوسف را بکشید. پس شما رمضان را با روزخوری و بی احترامی نکشید. و باز گفتند یوسف را به چاه اندازید. پس شما رمضان را از روی بیزاری در چاه نیندازید و آن را از خود دور نکنید. و آنها یوسف علیه السلام را به یک مبلغ ناچیز فروختند. خداوند می فرماید و شروه بثمن بخس دراهم معدوده. یوسف علیه السلام را با یک مبلغ ناچیز فروختند. پس شما کار دارم گفته رمضان را به یک مبلغ ناچیزی که در عوض آن کار میگیرید نفروشید. شوهر زلیخا وقتی یوسف علیه السلام را میخرد به او میگوید، قرآن خبر میدهد اکرمی مثواه عسى ان ینفعنا، یعنی جای او را گرامی دار، امید است برای ما سودمند باشد. پس ای برادران و خواهران عزیز، رمضان را گرامی دارید، امید است که بر ما سودمند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.